هلو گایز، حسین هستم از چنل کرافت گیمر. امروز اومدم تا بهتون یاد بدم چطوری توی بازی رد شده دو صاحب اسب عرب سیاه توی بازی بشید. خب دورا وجود داره، اما برای این دورا اول باید یه کاری بکنید. اونم اینه که بیاین به استبل سنت دنیس. بعد از اینکه اومدید به اینجا، راه اول اینه که به صورت مسالمت آمیز وارد استبل بشید و اسب رو در واقع از استبل بخرید. قیمتش هم نسبت به اسب دیگه خب بیشتره، چون اسب خیلی خوبیه. میبینید که بیشترین قیمت رو اینجا داره، $525 و $525 و اگه آنر بدی هم داشته باشید ممکنه تا $1050 هم پیش بره. این از این روش. اما روش بعدی که قابل پسندتره برای خیلیا، اونم دزدی از این استبله که فقط هم از این استبل میشه دزدی کرد. اونم راهش اینه که یه دونه باگی پیدا کنید. حالا باگی کدومه؟ باگی از این هست، نگاه کنید. احتمال خیلیتون هم باش آشنید. حالا من براتون اسکانش میکنم. یه دونه از همین باگی ها سوار اینا میشید، یه گان در میارید، ایم میگیرید و شروع میکنید به شلیک کردن. همه که رفتن بیرون و ویتنس شدید پیاده میشید. بعد از پیاده شدنتون خیلی سریع، قبل از اینکه به پلیس اطلاع بدن، شما میرید تو و به اسب یه دونه غذا میدید. به اسب غذا میدید، این اسب اهلی میشه. درست شد؟ این اسب که اهلی شد، سریع از اینجا خارج بشید، فرار کنید، برید بیرون. سریع فرار کنید و پشت سر هم سوت بزنید. بعد از اینکه سوت بزنید، همون اسبی که مال خودتون بود و هم اسب سیاه عربی هم میاد دنبالتون. حالا اون تو نمیدونم گیر کرده چی شده، اما احتمال زیاد اگه بمیرید کنارتون اسپان بشه. بزنید در دور شیم، مثلا وقتی دور شیم بهتر باشه. خب اسب ببینید که اومدش. اینم از اسب سیاه عربی هن. بسیارم زیبا و خوشگله. این سوارشید. حالا زین اسب خودتون هم بذارید روش. اسب فوق‌العاده‌ایه، سرعت و استقامت خیلی خوبی داره، اچ پی خیلی خوبی داره و اینکه میتونید حسابی ازش استفاده کنید. و من بدون پرداخت حتی 1 سنت تونستم اسب رو در واقع مال خودم کنم. خب امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید. اگه دوست دارید بیشتر از این آموزش رو ببینید، کانال من رو حتما سابسکرایب کنید. کامنت فراموش نشه. نظرات و پیشنهاداتی که داشتید رو توی کامنت حتما برام بنویسید. و تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.